کشور ترکیه یک کشور در میان دو قاره است و همانند یک پل میان دو قاره آسیا و اروپا قرار گرفته است، به طوری که برخی از شهرهای این کشور در قاره آسیا و برخی دیگر در قاره اروپا قرار گرفتند و از این رو در یک موقعیت جغرافیایی استثنایی واقع شده که از جنبه‌های مختلف مورد توجه جهانیان است. ترکیه در چهارراه بالکان، قفقاز، خاورمیانه و شرق مدیترانه واقع شده است. این کشور از نظر قلمرو و جمعیت در میان کشورهای بزرگ منطقه قرار دارد و مساحت آن از هر کشور اروپایی بیشتر است. تقریبا تمام این کشور در آسیا قرار دارد و بخش کوچک از آن در قاره اروپا واقع شده است. ترکیه از شمال به دریای سیاه، از شمال شرقی به گرجستان و ارمنستان، از شرق به جمهوری آذربایجان و ایران، از جنوب شرقی به عراق و سوریه، از جنوب غربی و غرب به دریای مدیترانه و دریای آژه و شمال غربی توسط یونان و بلغارستان محدود می شود. پایتخت این کشور زیبا شهر انقره است و بزرگترین و مهمترین شهر و بندر آن استانبول است که نیمی از این شهر در قسمت آسیایی و نیمی دیگر آن در قاره اروپا قرار گرفته است. تنها 3% از ترکیه در اروپا است و اکثریت قریب به اتفاق این کشور در قاره آسیا است. مهمترین شهرهای کشور ترکیه بعد از شهر انقره و استانبول شهرهای ازمیر، آنتالیا، آنالیا، بدروم، قونیه و شهر وان می باشد که در قسمت‌های مختلف این کشور واقع شده است. بر اساس سیستم ثبت جمعیت ترکیه، جمعیت این کشور در سال 2024 بیش از 85 میلیون نفر بوده است که 93.4% از آنها در شهرهای بزرگ این کشور زندگی می‌کنند و تنها 6.6% نیز در روستاها ساکن هستند. در سال 2024 تراکم جمعیت ترکیه به طور متوسط 111 نفر در هر کیلومتر مربع اعلام شده است. زبان رسمی مردم ترکیه ترکی است که رایج‌ترین گوش ترکی در جهان است. این زبان توسط 85.54% از مردم این کشور به عنوان زبان اول استفاده می شود و حدود 11.97% از مردم به گوش کردی کرمانجی به عنوان زبان مادری خود صحبت می کنند. همچنین زبان عربی زبان مادری 2.39% از جمعیت ترکیه است و چندین زبان دیگر نیز در این کشور صحبت می شود. واحد پول ترکیه یعنی ترک لیراسی است که در سال 2005 معرفی شد و به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفت. با این حال در مناطق توریستی حتی ممکن است مغازه‌ها و رستوران‌هایی پیدا کرد که ارز خارجی نیز دریافت می‌کنند. یکی از مواردی که باید در خصوص هزینه‌ها در کشور ترکیه بدانید، ارزش پایین‌تر لیر در برابر دلار و یورو است. در سال 2024 به طور متوسط 1 یورو در حدود 20 لیر و 1 دلار معادل 19 لیر در ترکیه میباشد. و در اخیر کشور ترکیه یک کشور با اصالت و فرهنگ است و هر ساله به دلایل بسیاری گردشگران و همچنین مهاجران زیادی از سراسر جهان و به خصوص کشور ایران می باشد.